سلام به همه، خوش اومدید به اسلاید ادیت. من سایه‌ام. اگه تو هم به کار با پاورپوینت علاقه‌مندی و دوست داری اسلاید بسازی و اسلایدها تو خودت طراحی کنی، این کانال رو سابسکرایب کن تا این ویدیو و ویدیوهای بعدی رو از دست ندی. برای ساخت این اسلاید کافیه که از گزینه اینسرت شیپ مستطیل رو انتخاب کنیم. بعد از اون از وسط صفحه یک مستطیل رسم می‌کنیم. دوباره شکل رو انتخاب میکنیم و از Edit Shape گزینه Edit Point رو میزنیم. دستگیره مشکی پایین رو کلیک میکنیم تا یک دستگیره سفید روی مستطیلمون ایجاد بشه. دستگیره رو به سمت راست میکشیم تا شکلمون به صورت منحنی در بیاد. بعد از اون میایم با توجه به این چیزی که میخوایم بنویسیم یا کاری که میخوایم انجام بدیم یه تکست باکس ایجاد میکنیم. فونتش رو گذاشتم آریا بلک و سایزش هم روی 160 تنظیم کردم. بعد از اینکه این کار رو انجام دادم شکل رو متن رو انتخاب میکنم و هر دوتا رو به وسیله مرج شیپ تبدیل به کامباین میکنم. تو این مرحله که این کار انجام شد شکل رو انتخاب میکنم و میام کل شکل رو رنگش رو به رنگ سفید تغییر میدم. این کاری که انجام دادم میام از سربرگ اینسرت دوباره از قسمت ویدیو میام استوک ویدیو رو میزنم تا یه ویدیو انتخاب کنم. میتونید از پیکچر هم این کار رو انجام بدین، ویدیوی مورد نظرتون رو اعمال کنید. قسمت سرچ نوشتم نیچر و یه دونه از اون تصویرها رو انتخاب کردم. وقتی که تصویر اضافه شد روی تصویر کلیک میکنم و سند تو بک رو میزنم تا تصویرم به پشت صفحه منتقل بشه و در نهایت هم یه همچین اسلاید خفنی رو داریم. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشید و شما هم از این اسلایدها بسازید. یادتون باشه که با تمرین کردن میتونید همچین اسلایدهایی رو داشته باشین. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.